خیلی از ما با شغلی که داریم حال نمی‌کنیم. ممکنه به خاطر محیط کاری باشه، به خاطر همکارا باشه، یا حتی یه رئیسی داشته باشیم که خیلی بدخلقه. حتی ممکنه درآمد کارمون کم باشه، اما یه سریا هستن با تمام این شرایط یه کارایی دارن انجام میدن که روزانه ممکنه جونشون به خطر بیفته، هر لحظه از این دنیا برن و کارشون بسیار خطرناک و وحشتناکه. اینجا یه چند تا از این کارها رو میخوام بهتون معرفی بکنم. امیدوارم که بعد دیدن این کارها حس خوبی به شغلتون پیدا بکنید و با آرامش به کارتون ادامه بدید. شغل زندانبان. مطمئنم خیلیاتون سریال پرزن بریک رو دیدید، چون یک سریال خیلی محبوب بین ایرانیا بود. یک سریال هیجان انگیز و نشانگر اینکه توی زندان چه اتفاقی داره میفته، چه شکلی زندانیا میخوان فرار بکنن، رابطهشون با پلیسا چه شکلیه. خلاصه هیجان انگیز بود، اما به عنوان یک فیلم. در واقعیت اما داستان جور دیگه. در واقعیت کار بسیار خطرناکه. شما هر روز با یه سری افرادی دست و پنجه نرم میکنید که مریضن، قتل انجام دادن، تجاوز کردن و نرمال نیستن. به خاطر همین آوردنشون زندان و کار این زندانبانا اینه که 24 ساعته مراقب اینا باشن که دعوایی صورت نگیره، دوباره قتلی انجام نشه یا حتی اونا فرار نکنن. خلاصه یه محیط بسیار منفی هست که شما حتی اگه آدم خیلی خوبی باشید ممکنه از اینکه یه سری افراد توی این شرایط سخت دارن زندگی میکنن ناراحت بشید و تو رویاتتون تاثیر بذاره. حتی یه سری زندانیا قدرت خیلی زیادی دارن که میتونن شما رو تهدید کنن، خانواده‌تون رو تهدید بکنن و اصلا یه باندبازی و مافیا بازی های اونجا صورت میگیره که هر کسی دوست نداره توی این محیط کار بکنه. این یکی از دعوای بین زندانبانا و زندانیا هست که ببینید تعداد زندانبانا 2 تان و تعداد زندانا خیلی بیشتره و اینا رو دارن میزنن. مشترا شما نگاه بکنید و این یکی از خطرهای این کاره و اینا حالا خوشبختانه تونستن فرار بکنن و همکاراشون رو صدا بکنن که بتونن این جو آروم بکنن، اما همیشه این شکلی نیست. ممکنه آسیب‌های خیلی جدی‌تری به این زندانبانا برسه و اینا همیشه تو استرسن و واقعا یه شغل خیلی سختیه. تمیز کردن پنجره آسمان خراش‌ها. در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، چین، دبی و خیلی جای دیگه پر شده از آسمون خراش‌های خیلی بلند که نمای بیرونشون از جنس شیشه است. این شیشه ها با گذشت زمان بر اساس بارون، گرد و غبار یا خیلی چیزهای دیگه کثیف میشه و نمای زشتی به اون برج میده. به خاطر همین یه سری افراد استخدام میشن که این شیشه ها رو تمیز بکنن. یک دسته از این افراد به این صورت شیشه ها رو تمیز میکنن. میشه گفت که یک جره صغیر بالای برج قرار داره و حصارهایی تشکیل گرفته شده که اینا طبقه به طبقه پایین میان و باید هر یک از شیشه ها تمیز بشه. خب ارتفاع خیلی بالاه، ممکنه آب و هوا عوض بشه و باد شدید بیاد و حتی ممکنه یه اختلالی ایجاد بشه که سقوط کنه. یک دسته دیگه به این صورت، به صورت انفرادی، یعنی طناب بهشون وصل میشه و باید از یه همچین ارتفاعی برن پایین و هزاران شیشه رو تمیز بکنن. میشه گفت که این شغل واقعا خطرناکه. تصور کنید هر روز صبح باید پاشید با یه همچین تجهیزاتی از بالای برج بیاین تا پایین شیشه رو تمیز بکنید و علاوه بر خطر و استرس و چیزای دیگه کلا کارش هم سخته. شما فکر کن در روز چند شیشه میخوای تمیز بکنید. درآمد این کار به طور سالیانه یه چیز بین 36,000 دلار تا 50,000 دلاره، ولی این درآمد متفاوته. میشه گفت میانگین سالی 40-45,000 تا. بریم یه قسمت کوتاه از کار کردن این افراد رو ببینیم، شاید اونجوری بهتر بتونیم متوجه بشیم که داستان چیه.
بله همونطور که دیدید داشت شیشه تمیز میکرد. حالا این ارتفاعش کمتر بود ولی خب تنهایی هم بنده خدا حوصله‌اش سر میره، ولی خب دیگه یه نوع شغل رو داره انجام میده. کشتیرانی یکی دیگه از ترسناکترین و پر استرس ترین شغلا کشتیرانیه. البته توش پول خیلی زیاده، یکی از مهمترین صنعت هاست به خاطر اینکه کلی جنس جابجا میشه، مسافر جابجا میشه، اما خب با تمام این شرایط خیلی ترسناکه. شما تصور بکن که کشتی با این عظمتش یه دفعه وسط اقیانوس آب و هوا تغییر بکنه، موج بزنه در حد لالیگا، و موقع شما چیکار میخوای بکنی؟ فقط باید بشینی دست به دعا بکنی که خدا این روزو بی خیال ما شما زنده بمونیم. اصلا شما تصویر رو ببین، موج میزنه اصلا پرای آدم میریزه. با تمام این تفاصیل درآمد خیلی خوبی داره، نمیشه گفت دقیقاً چقدره، اما خب پول خوبی توش جابجا میشه. اما خب شما یه دفعه 6 ماه تو آبی، 3 ماه تو آبی، از زندگی و خونه و خانواده همه چی میفتی به خاطر اینکه حالا پولش زیاده. حالا بی احترامی نباشه به این قشر، اما خب کار خیلی سختیه دیگه. قبول کنید که شما این صحنه رو بخوای همیشه ببینی خیلی بد میگذره. حالا شاید هم بعد یه مدت عادت کنی، ولی من عمرن عادت نمی کنم با اینکه هر روز مرگ بیاد جلو چشم. حالا فکر کن که شبم بشه، هوا رعد و برق بشه، دیگه چقدر میخواد ترسناک بشه. البته این موضوع فقط مخصوص کارمندای کشتیرانی نیست، یعنی اون کسایی که فقط تو کشتی کار میکنن با این صحنه‌ها مواجه نمیشن. بعضی آدم کشتی‌های مسافربری وسط آب به آب و هوای بدی میخورن و باعث ترس مسافرانی میشن که توی کشتی هستن. Get that on video. Officially over. All right, it's time to abdicate the area. متاسفانه بعضی کشتی ها هیچ وقت به مقصد نمیرسن و وسط راه غرق میشن. خلاصه که شغل خیلی ترسناک و سختیه. کالبد شکافی. خیلی از شما با این شغل آشنا هستید، چون معمولا آدم عاشق فیلم و سریال اکشن و پلیسی هن و همیشه هم تو اینجور فیلم ها یه جنازه روی زمین افتاده که سر و کله اینجور آدم ها پیدا میشن. اینا جنازه رو با خودشون میبرن برای نمونه برداری، آزمایش کردن تا ببینن که چه شکلی به قتل رسیده، چه شواهدی وجود داره. حالا سختی این کار کجاست؟ سختیش اینه که شما هر روز با جنازه سر و کله میزنید، مجبورید بعضی اوقات یه کارایی بکنید، مثل
بعد دستتو بکنی تو رودت، جنازه رو در بیاری، نمیدونم کبد رو اندازه بگیری که ببینی این چجوری مرده، کی اینو کشته، اصلا واسه چی، اصلا داستان چیه، اصلا کثیفکاری یا چیه. علاوه بر همه اینا فشارهای روحی و روانی هم میاد. تو مثلا هر روز 10 تا جنازه میبینی، میگی این چه زندگی من دارم، فردا منم همین شکلی میشم و از زندگی ناامید میشی دیگه. اصلا من الان خودم دارم راجبش حرف میزنم ناامید شدم. نگاه کن جنازه ها رو همجوری دسته به دسته یه خط چیدن دیگه، شغل دیگه. درآمدش البته خوبه، سالی 200,000 تا در میارن و البته پزشکی هم خوندن و خیلی تحصیلات بالایی تو زمینه پزشکی دارن که بتونن هی آزمایش بگیرن و مثلا کالبد چکافی کنن و خلاصه یه وضعیه دیگه. پیشنهاد میکنم سمت اینجور شغلا نرید که روحتون میمیره، اصلا سرد میشید، بی احساس میشید، اصلا خراب میشه همه چی. نکنید، از این کارا نکنید. اصلا نمیدونم چرا الان یه حالت حس میکنم کمدی دارم اینو اجرا میکنم، اصلا بحث کمدی نیست ولی همچین احساسی دارم. خلاصه به بزرگی خودتون ببخشید، این موضوع کاملا جدیه دیگه، کارشون هم خیلی سخته. خدا قوت. خنثی کردن بمب، آخه این چه شغلیه؟ خنثی کردن بمب، فکر کن یه اشتباه بکنی میری رو هوا، روزت بد شروع شده باشه، فکر درگیر باشه، میری رو هوا، همون لحظه تلفن زنگ بخوره ممکنه بری رو هوا. کلا رو هوای اصلا چه وضعشه آقا. اینم شد شغل دیگه. شغل نبود شما بری انتخاب بکنی. بابا انسان جایز الخطاست، یه اشتباهی کوچیک ممکنه رخ بده و بمیری به همین سادگی. اصلا بعضی بمبا از راه دور کنترل میشن، تو فیلم ها دیدی. اصلا تو اشتباه هم نکنی باز ممکنه بری رو هوا. من نمیدونم یارو علاقه به چی داشت اومد توی این زمینه. حالا درسته که باید یه سری افراد باشن یه همچین شغلایی انجام بدن که مردم توی رفاه باشن، ولی آخه این چه شغلی خدایی؟ من نمیدونم. درآمدی هم نداره بدبخت. آخه فکر کن تو میری این همه علم میآموزی که بمبو چجوری خنثی کنی، این همه استرس، یعنی هر موقع زنگ میزنن باید با کل خانواده خداحافظی کنی که دیگه شاید برنگردی. ما سالی 56,000 تا. آخه این چه سگی زندگیه؟ من نمیدونم واقعا مردم چیکار دارن میکنن. خیلی ممنون که تا اینجای برنامه منو همراهی کردین و امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. خوشحال میشم کامنت بذارید بگید که کدوم یکی از این شغلا به نظر شما خطرناکتر یا حتی ترسناکتر بود، یا اگر دوست داشتین شغل خودتونم تو کامنت ها توضیح بدید.